تا نفاق و نفرت که در سوشال میدیا است، خصوصا در شبکه اجتماعی تیک تاک است، اونا بخیر از بین برده شود. بعد از 2 سال می به تاشقرغان شریخ، یکی از شریخ‌های نامدار و مشهور مزار شریف. شفیق جان همی اندام آمد اینجا کشیدی یا زیبا اندام میرین؟ همینجا 6 سال؟ بله. از خودت باز چی نمیشه است؟ ما سالا میام دیگه مشکل نه چیزی کمبود باشه امور میریم. خواهد چیزی که اونا گفتن باز شما میگیرین؟ بله. دای مرحوم خلیفه نظیر، کسی که تهداب شریخ یا تاشقرغان شریخ در تاشقرغان گذاشت و بعد آمد به مزار شریف که یک سطل اینجا سر شانه میگرفتیم، یه میبردیم در خانه از یا وقت که ما آمده بودیم شما گفته بودین 63 سال میشه از قدمت تاریخی، حالا دیگه بخیر 65 سال 65 سال بالاتر. بله از این خاطر اینجا آوردین دیگه. بله باز مهمانای ما جایی است که مهمانا رو باید اینجا بیاریم. هر مهمان ما که بیا یک دفعه اینجا میاریم، مهمان نوازی خدا نشان میده. یکی از نصیحت‌هاش بود که نصیحت‌هایی برای ما کرد، گفت که شوراوی نمکی تا زیر پا نپرد. و ما تا روزی که مرحوم مرد ایمایم خدا کرد امیکرد. کاکا نظیر خیلی یک آدم مهربان بدن. اینا دادم روی خودشان تعریف نکنم، اولادایشان هم بسیار انسانای خوش اخلاق، تنهای شاکر نه دیگه اولادایشان. بیننده های عزیز یوتیوب چنل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خنده با خاطر از اینکه پیشتر 3 دقیقه 4 دقیقه پیش رفتم، پس میبینم که مایک خاموش است، ولی از این خاطرش کنترل میکنم خنده را کنترل نمیشه. به هر صورت شرایطی است که باید غمگین باشیم، ولی ما در جای غمگینی خنده میکنیم. خوبی که چرا باید حتما شما خبر میشین. به هر صورت بعد از 2 سال می به تاشقرغان شریخ، یکی از شریخ‌های نامدار و مشهور مزار شریف که در چندین قسمت شهر زیبای مزار شریف نمایندگی دارد. شمایی که به مزار شریف سفر کرده باشین حتما شریخشان نوش جان کرده باشین و کسی که مسئولیت این شریخ بر عهده داره و چهره مبارکشان هم حتما میشناسین. یا پلان تصمیم دارین که بخیر در این گرمی به افغانستان سفر بکنیم و مطمئن هستیم که تا این شریخ و شریخ دیگر نوش جان نکنین، از مزار نخواد بروین، چون گرمی مزار فقط تابش چی داره؟ نمی شریخ داره که دل و گردیتان هم خوب یخ میکنه. میریم به اونجا همراهشان مصاحبه میکنیم، بعد از 2 سال پیششان میریم چند لحظه همراهشان قصه هم میکنیم و شما هم خواهش میکنیم که تا آخرین دقایق برنامه با ما باشین دیگه. لطفا دیگه از ما حمایت بکنیم، به حمایت شما ضرورت داریم تا یک وقت. خدا مهربان است، باز اون طرفش باز گپ نمیزنیم، اگر هر شات امو ساعت امو مسئولیت باز بخیر. میریم بخیر اون طرف. بیننده عزیز، ما منتظر خلیفه بودیم، خلیفه شفیق، یکی از چهرهایی که همیشه در اینجا بودن. آمد گزارش شروع کرد، یک ذره پیش بیا و همین پشت راه ریلا اینم تو. یک موضوع رو میخوام در اینجا اشاره بکنم که در تاشقرغان شریخ وحدت عجب مد نظر گرفته شده. یک برادر ما از قوم شریف هزاره 12 سال میشه که همراه اینا کار میکنه. چقدر جالب است که 6 ماه 7 ماه اینجا همراهشان کار میکنه، در زمستان باز میره یک کار دیگر هم میگیره، باز پس 15 هود پس پیششان میه و اینا با دیده باز پس قبول میکند و زمینه را فراهم میسازه و همیشه همراهشان کار میکنه. این است یک پیام وحدت، پیام اتحاد، پیام برادری بین دو مذهب، بین دو قوم بگوییم. امیدوار هستم که این گونه کاروبار یا این گونه پیام ها در هر جای افغانستان عملی شود تا نفاق و نفرت که در سوشال میدیا است، خصوصا در شبکه اجتماعی تیک تاک است، اونا بخیر از بین برده شود. میریم پیشان. بعد از 2 سال آمدیم، بیاین که ببینیم که
چه رقم شیریخ اومده میکنم. شیریخ از اونها خیش تغییرات نامخدا نمی. اما برند سابق 60 سال پیش و نوال دیگه 62 سال بگیم یا 63 سال بگیم. میان فیش خلیفه شفیق یک چند لحظه امرشان صحبت میکنیم. باز برشان میگم که یک شیریخ همه تایت زور آماده بکنه و به نمایندگی شما ما هم نوش جان میکنیم. خلیفه شفیق سلام علیکم. سلام علیکم. چه حال داره؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند. اجازه است اینجا بیایم؟ مهربانی. خوب هستین؟ شکر. بخیر هستین؟ سلام. نام خدا میفهمیم ما این 2 ساعت منتظر شما بودیم. شما دیگه بخشش کنین دیگه. ما گفتم شما که نه دیگه میش با گزارش ما تو مزه نمیته. خب من کمیتون نکنم. تو تایمی پروگرام ما که از 5 بجه شروع میشه تا 12 بشه. خب شفتی است. بله یک دمی کار کنیم دیگه خود تیکه تیکه میشیم دیگه آبادی نمیمونه باز زمان. حقیقت شما کارتون میدم بتین هم کار بکنین هم کسی که فرمایش میگیره فرمایشانه بتین ما هیچ مشکل نداریم. چند سال شده شما اینجا؟ چند سال شده؟ ما خود دیگه پدر کس بیستیم. از امی دست چپ راستی که شناختیم نمی کار شیریخ بوده. اما در بین این پدر کسبی یک شما مقاومت کردیم. بله دیگه مقاومت کنیم دیگه. بهترین کس پارتو باشین. دیگه یگان وقت میگریزه فرار میکنه. والا مقاومت کنه آدم کار در مقابل انسان هیچ چیزی نیست. در کار هیچ چیزی نمیشه انسان. والا یک شوخی کنم شفیق جان هم اندام داد اینجا کشیدی یا زیبا اندام میرین؟ همینجا. یک از شاگردانتون ما در زمستان دیدم پیش یکی از دوستای ما در زمستان حتی شیریخ برده بود. بله. در وقت هم آماده میکنی یا در یخچال؟ همون وقت نمی قالب تمام میخوره. اینا چی میگن؟ حالا ساده یک سرسی بسه یک آسکری میده. 2 سال پیش ما آمده بودیم یادت است؟ بله 2 سال پیش یادم 2 سال پیش شفیق جان آمده بودیم عجب یک شیریخ داده بود. گفتم شمایی که بخیر از کشورهای خارج بین در گرمی مزار ما خندل گردیتون یخ بکنن پیش این مرد با اخلاق مرد با حوصله بین. ولی میوه‌ای هست یا نه؟ میوه‌ای هست. بله. هست نه؟ میوه‌ای هست بله. شما کارتانو بکنید ما اونجا پیش کاکایی که از ما شما که سنش یک ذره کلان است پیش از اون میریم یک چند لحظه صحبت میکنیم. بشیر جان خودت از اون طرف یا ما از این طرف میریم یک شفیق جان رابطه بریم. سلام علیکم. ما پیش همین کاکا بریم. کاکا جان سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بیا این طرف بیا بشیر جان. شب روز بخیر میگذره؟ زنده باشین. سلامت باشین. نامتون؟ محمد زاهد. کاکا محمد زاهد چند سال میشه که اینجا کار میکنه؟ بیش از 10 سال میشه. 10 سال میشه. شکتان والا. ما شنیدیم که حتی شما باز در ماه زمستان که کاروبار نیست باز جای دیگه میرین کار میکنین باز پس اینجا میین پس شما را قبول میکنن. دیگه ما تاشقرغان شریخ لنبردو میریم. و چقدر جالب است اینا از یک قوم شما از یک قوم هم اتحاد و وحدت شما واقعا عملی ساختن سر شما افتخار میکنم. تشکر. فرق نمیکنه دیگه کسی اگر چی باش فرق نمیکنه هیچی. از همین وطن هستین. بله. یک زبان یک فرهنگ. بله. یگان تای دیگر هستن که متاسفانه به نام زبان قوم استفاده میکنه جنگا را در سوشال میدیا میندازه ناق از احساسات مردم استفاده میکنه. ان شاء الله او گپا نیست. شما مثل از اینا برای شیریخ آماده میکنید؟ بله ما شیریخ آماده میکنیم اونا توزیع میکنیم. مختصیم تا یک ذره بلند رفت سرتان فشار نمیاره؟ والا فشار میاد چیکار مجبور هستیم دیگه کارگری است. شب یگان وقت خواب باشه خسته باشی کدام حرکات از پیشتون میشه انجام؟ شاید. شما چی نویش است باز شیریخ شما؟ ام است. ام؟ چند بجه میایین شما؟ از ما شیفتی است حتما؟ ما شیفتی هستیم. شما ساعت 8 بجه میریم تا 1 بجه. 1 بجه میریم تا 3 میریم تا 11 شب و 12. نظر در بازار مشتری میدادیم. خانه بعد از خاطر نفهمدم مکتم به خاطر امی که شما سند شما نام خدا و چه قسم با اینا ساختین از این خاطر به خاطر ادای احترام بودیم یک چند نظر سلامت باشید. نمرتون صحبت کردیم. زنده باشید. خانه آباد بخیر باشین. دیگه شما خالی شد. ما دیگه جای ما رو شما کم داره. خالا ببخشید معذرت میخوایم. نام شما؟ نام احمد مبین. مبین؟ بله. مبین جان خودتون چند سال بشین من 6 سال. 6 سال؟ بله. از خودت باز چی نمیشه است؟ ما ساده میام دیگه مشکل نیست چیزی کم بود باشه امور میریم. چیزی که اونا گفتن باز شما میگیرین. بله. بسیار معذرت میخوایم که دیگه شما خالی ماندن. مشتری شما نام خدا خیلی زیاد است. شما دیگه پس به کارتان ادامه بدین. استاد شفیق ما که براتون اشاره کردیم از همون شیریخ‌های دیگه زور خوش چرا نه بعدی دیده دکان خودتان باز با خاطر که ما تصویر از زیر عکس از زیر با سر خود گزارش میونیم که یک ذره مقبول‌تر بیاین. صحیح؟ خانه و سلامت باشین.
بینندگان عزیز، خوشبختانه با یکی از شاگردای مرحوم خلیفه نظیر، کسی که تهداب شریخ یا تاشقرغان شریخ در تاشقرغان گذاشت و بعد آمد به مزار شریف، که امروز خوشبختانه با اینا سر خوردم. بیاین که برویم به زمان سابق قصه هایی از مرحوم خلیفه نظیر از زبان شاگردشان بشنویم. کاکا جان سلام علیکم. و علیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلیفه نظیر خلیفه ما بود. ما سند ما 67 است. نامتان، نام شما؟ نام ما سراج آجی صاحب سراج الدین. آجی صاحب سراج الدین. شما یکی از شاگردای مرحوم خلیفه صاحب بودین؟ بله، از شاگردای خلیفه صاحب بودیم. ما از سن 12 سالگی پیش از کار میکردیم. از سن 12 سالگی؟ بله. در تاشقرغان؟ بله. اولین بار پایه‌گذاری در تاشقرغان شد؟ بله. بنیاد شریعه خلیفه صاحب نظیر استاد محترم ما ماندن. خدا جایشان جنت کنه که جمله گذاشتگانای کل اسلام. ما برادر جان که کار میکنیم، شاگرد بودیم. ولی یک روز ما رفتیم در خانه از شیر میبردیم در چنگک. او وقت شادی خیلی سهولت ها نبود؟ نبود. نه چیزا نبود. چه با سختی شیر جمع میکردیم؟ با سختی جمع میکردیم در چنگک که او میگرفتیم، از اینجا تخمین در روزی شریف میبردیم. چنگک که مثل که یک سطلینج سر شانه میگرفتیم، اینا میبردیم در خانه. از یا خلیفه ما گرم میکرد در این خانه، بعد را دما کشته بیرون دروازه میداد که ببرین دکان. جوریق زوره سی ما بعد را می آمدیم در جوی پشت دکان ما جوی بود، در جوی را یخ میکردیم، سرد میکردیم. یعنی در اونجا سرد چاله چیزا خو نبود؟ نه یخچال نبود. اینا سرد میکردیم در اونجا. بعد در دکان ما کار میکردیم. یک روز از روزا خلیفه ما را فامیلش خدا بیامرزه، مادرش خدا بیامرزه، خود مرحوم و چیزشان خانمشان، اینا با مثل مادر ما بری بود. ما هم شاگرد دیگه دونه صادق میگفتیم، شاگرد ولی در فعلا در قندوز است. است اونام زنده هستن. بعد ما هم چنگک که بودیم، صادق جان ما گفتم امیر شما و صادق جان هم اولین شاگردای شما؟ اولین شاگردان شما بودیم. یک اسمت مالا بود، ولی اون بسیار سالاست نمیفهم که زنده است یا مرده. بعد ما ایره در خانهش بردیم. ما صادق جان در خانه خلیفه کسی نیست. کسی نیست. گفته که ما امیر چیز میکنیم، شیر میبریم در خانهش. اگه جنگ ما را کرد پروانه داره. ما بردیم در خانهش. ما را گفته که او بچه‌ها چرا اومدین در خانه؟ ما گفتیم خلیفه جان ما زیر دیگ علاو میکنیم، شما شیر گرم کنیم. ما به احترام شما اومدیم که خانه کسی نیست که زیر دیگ علاو کنه. ما کتی علاو گرم میکنیم که چوب. این شیر گرم کرد. ما پس دست اطلاع ما انداخت. بازم تو خدا بیامرز خنده کرد، گفت کارتون نکردین، خیر است. بیرون بر اومدیم. صادق جان گفتم ما خود شیر گرم کردن یاد گرفتم. بازم یک چند سال که از کار کردم. بعد خلیفه جان ما گفتم چی میشه که مرا دعا بیتی؟ بعد از چند سال؟ بعد از چند سال تخمین گفتیم که خلیفه جان مرا دعا بیتین. گفت بچه‌م دعا نمیتم، یک دکان در فلانی منطقه جور کن، ما شریکت میشم. من گفتم در روی از این مبارک هیچ گپ زد نتونستم. در روی مبارک گپ نزدم. ما نمیتونستم گپ زده دیگه. استاد ما بود. ما در روی از این گپ نتونستم. ما تو 1000 دفعه کتی شریک شدم. روزانه کار میکردم. شب پیسه را دسته میکردم. بعد یک جمع میکردم، حساب میکردم که چند است. باز در خلیفه بردم میدادم در دکان کلانشان دیگه. اونجا بردم میدادم که خلیفه این پیسه قطر امروز شد. بعد مرا میگفت خنده کرده که بچه‌م یک دفعه خود دسته کردی. دیگه دوزی نمیکردم. یک دفعه گفت پیسه را خود دسته کردی. من این روز از روزایی شد که خلیفه ام گفت که اینا بچه مستقل کار کن. خودشان براتون گفت؟ خودش برای ما گفت. با من زبانی مبارکش گفت مستقل کردی، ما کاید کار کن، برو ما حمایت میکنم. باز او آمد مزار شریف اینجا دکان جور کرد. همین دکان جور کرد، دکان شاروالی را جور کرد. خب بله با اتفاق او را جور کرد، این دواخانه جور کرد. بعد از چند سال پس این دکان جور کرد. بعد این رحمتی چیز گفت که با دکانش تاشقرغان کلان شد داد که مرا در اونجا مرا یک دوست داشت که دکانش داد که سامانش که تخت خوی که در خانهش کار میکرد خو میشد سری بارش 4 دانه تختم دم داد. در دکانش هم دم داد. گفت یعنی قلف یعنی کلین دکان. فرمانی تو استاد ما عمیقه که فلانی خان شدیم، سراج شیر اخباز نام کشیدیم، چیز کردیم. از برکت خدا و امید دوست استاد خود استیم. حالا ما استاد خدا
بس جان و دل احترام دارم. گفت بچه بخواه یک کاری دیگه هم میکنم. گفت من حمایت هم میکنم. همین شاگردای تا بود که هم شوروی چیزی تا همین نمکی تا در روی سرک زیر پانا پرتوا. امیرم یاد ما همین ساعت است. یکی از نصیحت‌هاش بود که نصیحت‌هاش برای ما کرد، گفت که همین شوروی نمکی تا زیر پانا پرتوا. و ما تا روزی که مرحوم مرد حمایت خدا کرد همین کرد. من الله توفیق. عالم شریعت داریم. بله عالم داریم در تاشقرغان به نام سراج شریعت پرداخت ما در بین شهر بازار مزار شریف. پیش بچه‌شان میاین یک وقت. هر وقت میایم. هر وقت گوش میکنیم. هر وقت احترامش میکنیم. پیشتر هم تو شما قصه میکردم واقعا گذشته را یاد کردین یک ذره احساساتی هم شدین. از اینجا معلوم شد که روابط شما با مرحوم استادتان خیلی خوب بوده. شاید امکان داره که تا دم مرگ ما بموریم احترامش داریم. احترام خودش چی که حتی احترام جای پایش دارم. تا یک روز اگر خدا زندگی بود بیاین تا شما پیشتان میام. هزار دفعه بیاین. گفتم خلیفه من احترام جای پایش دارم. خودش خوب بودگی در تاج سرم است. بسیار زیاد تشکر. اصلا یک تشکری ویژه میکنم که گپ ما را زمین انداختید. آمدین یک چند لحظه از استاد بزرگوار، از مرحوم استادتان، از قصه‌هایشان، از نصیحت‌هایش که برای شما کرده بود یاد کردین. خانه آباد خداوند عمر طولانی نصیبتان بکنه. کلی مسلمانای اسلام ان شاء الله. بخیر. باستاشخوان شما را میگیرم. باستاشخوان یک بزرگوار از شاپرجان بین هزار دفعه خوش میین اونجا به نام شکر یک دکاندار ما است. شاگرد مسئولم شاگرد ما است. اما دلق نشینی ما است. ما یگان وقت تاشقرغان میرم این نو خبر گرفتم اومدم یک چند پیکی زیاد کم داشت گفتم بیا اول دم روزی شریف بریم یک به نام خدا یک خیرات کن. خدا قبول میکنه صدقه را. نه ما که بخیر تاشقرغان میره تو با شما را میبریم. هزار دفعه میرم. موتر چه است در خدمتتان است. هزار دفعه بل چشمای ما جایی داریم. خانه بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. بخیر باشین. شنونده عزیز، قصه کاکا خیلی خوب مزه داد. واقعا یک بعضی از دوستان آمده که از امرشون صحبت میکنم. سلام علیکم. چی حال دارید؟ خوب هستین؟ بخیر. سلام علیکم. استوری مسی. بخیر، صحتمند، خیر. اجازه است دم پالیتون بشینم کنارتان. نامتان؟ نام سید شریف. بله. مصروف چه کاربار است؟ شرکت دوا داریم. شرکت اول دوا. ما شما یک سوال کنم. بفرمایید. تو استیکر دا گفتین استرای میشه. چیرش برای ما گفت که ما بشنون هستم. مگه ما اینجا متوجه شدم که نام خدا شما حتما دوست رفیق هستین. طبعا. لطفالله زعفری هم دوست مثلا برادرم از کابل آمدن، میمان ماست. ما خود مزار هستیم. باز از این خاطر اینجا آوردین دیگه. بله. باز میمانای ما جایی است که میمانا رو باید همینجا بیاریم. هر میمان ما که بیا یک دفعه همینجا میاریم، میمان نوازی خدا نشان میدیم. څنګه شو خویه بخیری د مزار خلک څنګه دی میلمه پالنه کوي که د میلمه پالنه در نمک کړه ولې نه شریف جان خو د جوزجان ولایت ده د مزار نه ده خو اوسېږي دلته یعنی مطلب د دې خلکو هغه پکې شته ده عادت پر سره لري بالکل هغه عادتونه پکې شته ده نو تقریبا زه و شریف جان ډاکټر صاحب شریف البته ووایم ډاکټر صاحب شریف د 2009 کال راهیسې زموږ ملګرتیا او ورورولي ده او چې کله هم زه مزار شریف ته راسم نو خامخا دې ځای ته مې راولي. څنګه د شریاخ شریاخ خو د دې ځای ماشاءالله ډېر ښه شریاخ ده او همیشه تعریف یې کوو چې راځو دلته خامخا یې خورو. نور شجاع نو زه به د ده سره څه از 2009 هم رشن رفاقت داریم. از چی؟ از 2009 بله 2009 ما از اینا یک جای کار میکردیم، اما رفاقت ما پایبند است عالم. خداوند باد از این پایبند داشته آمین. کابل که باز میری اینا رو با زنگ میزنی؟ طبعا دیگه من زنگ نزنم خودش خبر میشه زنگ میزنه. یعنی از قار میشه میگه کابل آمدی مرا خبر نکردی. راز دیگه رفاقت است. اینجا چه وقت میشه؟ یعنی شریاخ تاشقران خو میفهمین از نامش معلوم است که چند سال سابقه این شریاخ تاشقران زم نزدیک دشار خود ما همسایه ما هستند خانه. تو براتون بگویم از زمانی که اینجا ساخته شده یادم نیست که چند سال میشه.
ولی از زمان میام از طفلی دیگه اینجا پدرشان خدا ببخشه یک آدم بسیار نیک و مهربان بیشتر شاگرد شما کاکا نظیر خدا ببخششان رویشان شاد باشه. کاکا نظیر خیلی یک آدم مهربان بودن. اینا دادم روی خودشان تعریف نکنم، اولادایشان هم بسیار انسانای خوش اخلاق، تنهای شاپور نه دیگه اولادایشان ما از اخلاقشان در کوچه در داخل کار در کل جای خوش هستیم. از این خاطر علاقمند زیاد میشیم به این یک چیزی که خورده میشه میره ولی رویشان امو خلق دیگشان همیشه دیات میمونه. بسیار زیاد تشکر که چند لحظه وقتتون دکتر صاحب گرامی در اختیار ما گذاشتین. میمان از پیشتان دیخ نمانه مقصد میشه که ما شما خودتون مردم مزار چی رقم عادت دارن خدا گفته مردم میکشم اما میمان نمیمونه که دیخ شود. اما تو باید باشه دیگه میمان خو یک خوش شده می پیش یک آدم وقتی کو بیا و ناراحتش بسازی میبره او تو دشان ما نیست. از شهر سخیجان است دیگه نه باید معنویت شیپس بکنیم. او سرکاله که تاثیر خدا کرده به نام سخی. بسیار زیاد تشکر. با شما بخوایم شیر. نه ما اینجا میمان بیشیش هستیم. خوب سلامت. ما رو نمیگیرین که خاطر میمان. والله چرا نه از آردا. بسیار زیاد تشکر. خیلی خوش. دیر مننه. کور ودان. سلامت باشین. بیننده عزیز خوشبختانه پیش خلیفه شاپور بعد از 2 سال آمدیم. که 2 سال. خوب هستیم انشالله. بخیر هستیم. خوش هستم که دوباره شما را میبینیم. خوش آمدین، سلامت و صفا آوردین. زنده باشید. خانه آباد. تشکر. بخیر باشید. وقتی که ما آمده بودیم شما گفته بودین 63 سال میشه از قدمت تاریخی. حالا دیگه بخیر 65 سال. 65 سال بالاتر ولی. همین لوحه بخیر نو کنین. لوحه نو میکنیم. هیچ چیز نمانده باشه. بیا همه چیز انتیک باشه. بله. نمایندگی فکر میکنم یک ذره زیاد شده. نمایندگی برای کاکا یک شیرخانه جور کرده برادر زاده شیرخانه جور کرده. پیش ویتامین ها. پیش ویتامین ها زیر ارجشمن. دیگه واژه کاکا دروازه شده اون پلوی دوا کنیم موفق بالا سر زیدی دو چیز آریانا و پیمان که بود مجسم. مطمئن هستم که حتما برشان نصیحت کردین کسانی که از شما خورد است که همون تاریخ و معنویت شما را حفظ بکنه همون نامی که تاشقان شریخ داره. بله 100% باید حفظ کنه. این خو یکی از نصیحت های مرحوم پدر بزرگوارتان هم بود. کیفیت خراب نکنه. بله. فایده کم کیفیتی بالا. در کابل هم تصمیم داشتین فکر میکنم باز نشد یا تصمیم داشتیم نشد در کابل نشد. ان شاء الله بخیر جور میکنیم. ما دوست داریم که شما هم خود در هر جای باشه. سلامت کوشش میکنیم که باید خودی ما باید برم. نه شما نره شما مزار باز خالی میشه دیگه. مزار میمونه خودی ما تصمیم دارم که بخیر کابل برم. های شما اگر رفتین باز مدیریت کردن میتونین لکن ستان باور دارین. بسیار زیاد تشکر دیگه شما. خیلی زیاد سلامت و خانه آباد. صفا آوردین. شیرخ نوش جان شما نمیخورین؟ نه نوش جان شما. سلامت. خوش آمدید شما. قربانتان. تشکر. خانه آباد. بخیر باشید. ممنون. بیننده عزیز دور از دلتان دیگه ما این شیرخ نوش جان میکنیم باز امروز شما باز خداحافظی میکنیم. بیننده عزیز اگر در گرمی به مزار شریف سفر میکنین و میخواین که از آمدنتان از رخصتیتان لذت ببرین پس به جایی که یگان وقت ما گزارش تهیه میکنیم آنجا برین خوب چکر بزنین مثل بقه شیرخ ها و تاشقرغان شیرخ که ما امروز بعد از 2 سال آمدیم احوالش گرفتیم. دوست دارم بعضیا که واقعا اخلاق پسندیده دارد. من خود نوکر کسایی هستم که برخورد خوب میکنند نوکرشان هستم خاک پایشان هستم. دوست دارم که هر سال پیششان بیایم اگر زندگی بود بخیر و اگر زنده بودیم ما انشالله سال دیگه بخیر باز پیششان میایم. در همه جا با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی که ما حیات الله اسحاقزی در خدمتتان قرار میگیریم. همه شما را به او ذاتی که ما شما را خلق کرده به ما شما روح داده میسپاریم. خداوند حافظتان.